ساخت ربات‌های انسان نما توسط چینی‌ها. در این زمینه سری بزنیم به کارخانه اکس روباتس در چین. این کارخانه در قلب دونگوان، یکی از مراکز بزرگ تولیدی چین واقع شده. این کارخانه با نام اکس روبات شناخته میشه و در اینجا برخی از پیشرفته ترین ربات‌های انسان نمای دنیا ساخته میشن. بیایید به داخل بریم و ببینیم که چه چیزی این کارخانه رو ویژه کرده. از مرحله طراحی اولیه تا مونتاژ نهایی، هر مرحله در ساخت این ربات‌ها به دقت برنامه‌ریزی و اجرا میشه. صدها مهندس و تکنسین ماهر در این کارخانه کار میکنن و بی‌وقفه تلاش میکنن تا این ماشین‌ها رو به کمال خودشون برسونن. سفر ساخت این ربات‌ها از اتاق طراحی آغاز میشه، جایی که هنرمندان و مهندسان با همکاری یکدیگه مدل‌های واقع‌گرایانه ایجاد میکنن. با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته، اونها ربات‌هایی رو طراحی میکنن که ویژگی‌ها و حرکات انسانی رو با دقت باور نکردنی تقلید میکنن. در این کارخانه میشه تیم رو در حال کار بر روی مدل‌های سه‌بعدی ربات‌ها دید. هر جزئیات از حالات چهره تا حرکات بدن با دقت ساخته میشه تا اطمینان حاصل شه که ربات‌ها به درستی شبیه انسان‌ها به نظر میرسن و حرکت میکنن. بعد از نهایی شدن طراحی‌ها، نوبت به تولید میرسه. کارخانه مجهز به ماشین‌آلات پیشرفته‌ایه که میتونه اجزای ربات رو با دقت بالا تولید کنه. فرآیند مونتاژ بسیار پیچیده است و شامل نصب سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، سنسورها و مکانیزم‌های حرکت دهنده است. جنس این ربات‌ها فوق‌العاده است. اونها از سیلیکون با کیفیت بالا ساخته شدن و به مکانیزم‌های پیشرفته مجهزن. اونها همچنین میتونن حالات و حرکات انسانی رو با دقت بسیار بالایی تقلید کنن. این واقعاً ترکیبی از هنر و فناوری به حساب میاد. بعد از مونتاژ، ربات‌ها تحت تست‌های دقیق قرار می‌گیرن تا اطمینان حاصل شه که با بالاترین استانداردهای کیفیت و عملکرد مطابقت دارن. کارخانه دارای مناطق اختصاصی برای تسته، جایی که مهندسان ربات‌ها رو در شرایط مختلف آزمایش می‌کنن تا واکنش پذیری و قابلیت اطمینان اونها رو بررسی کنن. در اینجا میشه ربات‌ها رو در حال تست برای حالات چهره، حرکات و تعاملات ببینیم. هدف اینه که اطمینان حاصل شه که اونها میتونن وظایف رو بدون مشکل انجام بدن و به طور طبیعی با انسانها تعامل کنن. جالبه بدونید که این ربات‌ها فقط برای نمایش نیستن. اونها در صنایع مختلف در سراسر جهان استفاده میشن. کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و حتی ایالات متحده از این ربات‌ها برای افزایش کارایی و بهبود خدمات استفاده میکنن. همچنین توی مراقبت‌های بهداشتی، این ربات‌ها به دکترها و پرستاران کمک می‌کنن تا بتونن وظایفی مثل نظارت بر بیمار و تحویل داروها رو انجام بدن. ظاهر واقع‌گرایانه و تعامل انسانی اونها رو به همراهان ایدئال برای بیماران تبدیل کرده. در خدمات مشتری، این ربات‌ها راه تعامل کسب و کارها با مشتریان خودشون رو متحول کردن. اونها میتونن به سوالات پاسخ بدن، اطلاعات ارائه بدن و توی معاملات کمک کنن. همگی در حالی که یک رفتار دوستانه و قابل دسترسی رو حفظ میکنن. در حوزه آموزش، این ربات‌ها دانش آموزان رو به روش‌های جدید و هیجان انگیز جذب میکنن. اونها میتونن درس‌ها رو تدریس کنن، در فعالیت‌های یادگیری کمک کنن و حتی تدریس خصوصی هم انجام بدن. برای مثال تصور کنید که یک معلم ربات داشته باشید که بتونه با سبک یادگیری شما سازگار شه و به شما در فهم موضوعات پیچیده کمک کنه. این در واقع یک تغییر اساسی در آموزشه. مدیر عامل شرکت اکس روباتس هم صحبت‌های جالبی داشته. اون گفته مأموریت ما ایجاد ربات‌هایی که به طور بی‌نقص در جامعه انسانی ادغام بشن. ما معتقدیم که این ربات‌ها پتانسیل دارن تا صنایع مختلف رو تحول ببخشن و امکان‌های جدیدی برای همکاری انسان و ربات ایجاد کنن. میشه گفت که آینده ربات‌های انسان نما فوق‌العاده امیدوار کننده است. با پیشرفت مداوم فناوری میتونیم انتظار داشته باشیم که ربات‌های حتی پیچیده‌تر و متنوع‌تری که نقش‌های مهمتری توی زندگی روزمره ما ایفا می‌کنند ظاهر شن. از قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی تا مواد و طرح‌های بهبود یافته، نسل بعدی ربات‌های انسان نما بسیار واقعی‌تر، هوشمندتر و قادرتر از هر زمان دیگه‌ای خواهد بود. سری بزنیم به تاریخچه و منشأ این ربات‌ها در شرکت اکس روباتس. اکس روباتس در سال 2017 توسط نیمی از مهندسان و کارشناسان رباتیک که پیشتر بر روی پروژه سنسی بات شرکت شل کار می‌کردند تأسیس شد. هدف اونها ایجاد ربات‌هایی بود که بتونن توی محیط‌های سخت عمل کنن و با گذشت سالها تمرکز خودشون رو به ربات‌های انسان نمای هایپر واقعی گسترش بدن.
تولید یکی از این ربات‌های انسان نما بین 2 هفته تا 1 ماه طول می‌کشه. این فرآیند شامل مراحل مختلفیه، از طراحی و مدل سازی سه‌بعدی تا تولید و مونتاژ. هر ربات با دقت تست میشه تا اطمینان حاصل شه که با بالاترین استانداردهای کیفیت و عملکرد مطابقت داره. هزینه تولید این ربات‌ها از 1.5 میلیون یوان یا تقریباً $207,000 تا 2 میلیون یوان یا $280,000 متغیره. ایکس ربات حضور جهانی داره و ربات‌های اونها در صنایع مختلف در سراسر جهان استفاده میشن. توی ژاپن اونها توی مراقبت‌های بهداشتی برای کمک به مراقبت از بیمار استفاده میشن. تجربه مشتری توی ایالات متحده اونها توی محیط‌های آموزشی استفاده میشن و به تعامل و آموزش دانش آموزان کمک میکنن. آینده ربات‌های انسان نما به طرز خارق‌العاده‌ای امیدوار کننده است. با ادامه پیشرفت فناوری ما میتونیم انتظار ربات‌های پیچیده‌تر و همه کاره‌تری رو داشته باشیم که نقش مهمی رو توی زندگی روزمره ما ایفا کنن. ایکس ربات همیشه در خط مقدمه این نوآوریه، حتی فراتر از حد ممکن. حالا با تمام نکاتی که گفته شد، نظر شما راجع به این ربات‌های انسان نمای بسیار واقعی کشور چین چیه؟ حتما توی کامنت‌ها واسمون بنویسید. مرسی از اینکه با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب به چنل ازمون حمایت میکنید و یادتون نره که با کلیک کردن روی این ویدیو به تماشاتون از ویدیوهای دیگه کانالمون ادامه بدین.